هنوز جوونم ولی خستم از اینکه باید تظاهر کنم حال دلم خوبه. چون مردم یه جوون انتظار ندارن خم بشه، اشک بریزه، جا بزنه. ولی من یه خستگی تو تن و بدنمه که میدونم از کار نیست، از ولنگ و بازی نیست، از دویدن دنبال آرامشی که هر بار یکی ازم دزدید، از این همه راه رفتن بدون رسیدن، از اینکه باید قوی باشم چون جوونم، باید لبخند بزنم چون جوونم خستم. چون همه فکر میکنن جوونا درد ندارن، یه سر دارن هزار سودا. چون مردم باور ندارن یه جوونم میتونه له بشه. من توی این سن به جای اینکه دنبال رویاهام باشم، دنبال یه جای ساکت برای نفس کشیدنم. به جای اینکه شبا با هیجان بخوابم، همش به فکر استرس فردام. من دارم زندگی رو تحمل میکنم. چون جوونیمو گذاشتم سر زنده موندن، نه زندگی کردن. سر جنگیدن برای چیزایی که هیچ وقت نباید انقدر سخت میبودن. جوونی که خرج زنده موندن بشه، پیرترین شکل زندگی نیست؟ عجیبترش میدونی چیه؟ هیچ کس نفهمید من کی تو این مسیر خودم رو گم کردم، کی زانوام خم شد، کی دیگه نتونستم حتی واسه خودمم بجنگم. فقط یه سوال، تو واقعا خسته ای یا فقط عادت کردی خسته باشی؟ واقعا ادامه میدی یا فقط راه میری چون وایستادن هم درد داره؟ اگه این تیک‌ها برات آشنا بودن، بدون این مسیر ادامه داره. تو فقط تنها نیستی، حتی اگه پشت فرمون تنها نشستی. اینجا روتاکه، جایی برای صدای اونایی که همیشه ساکت موندن. اگه خواستی با هم همسفر شی، فرمونو بگیر. راهو بلدی؟ نمیخواد. بیا تو کوچه پس کوچه های این شهر گم شیم. شاید تو همین گم شدن ها یه جایی خودمون رو پیدا کردیم. اینطوری خیلی بهتر.